آوازه سرزمینمون ایران و فوتبالمون در جهان. امیدوارم که در گستره آسیا این دو تیم بدرخشند و از این به بعد دوچار این همه مشکل نباشند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ استقلال 0 پرسپولیس 0. اولین سانتر از استقلالی ها. گندوز توپو جمع میکنه و دوباره میخواد حالا بازی رو توپو علیشاه گرفته، یه دریبل میزنه، حالا میتونه پاس بده، همین کار هم انجام میده. علیپور رو صاحب توپ کرده، ضربه رو هم علیپور میزنه اما کرنر میشه. خطرناک بود اولین حمله شاه برای ارسال، سر توپ میزنه، میندازه تو در، حالا فرصت، یه بار این موقعیت، یه فرصت، ضربه سر حسینی نمیذاره دوباره کرنر بشه. یه اشتباه از خود حسینی که بلافاصله ببین نظر داور چیه، کرنر دوباره کرنر. شاید بهتر بود که حسین سردار درسون ضربه رو میزنه، باز کنار دروازه توپ بیرون میره. همین بازی درسون جا موند. استقلال حالا حمله میکنه، ضربه رو هم میزنه و گندوز توپو میگیره. اولین حمله جدی استقلالی ها. ببینیم نظر چیه. دعوا بالا گرفته بین چشمی و بازیکنان دیگه که امیدواریم خیلی هم دیگه از این جدیتر نشه و بازیکنان به رفتار خودشون مسلط باشن که خوشبختانه هستن و بلافاصله کار و قائل تمام. عوض میکنه، میاره این برای رامین رضاییان. رامین حرکتش رو شروع کرده. رامین رضاییان میتونه حتی شوت بزنه، میزنه به پشت دروازه‌بان، میتونست که دروازه باز بشه. بلافاصله هم تیم داوری اعلام میکنه که بازی دنبال بشه. ایوب صاحب توپ بشه که نشد. این بار حالا ایوب، یک کار خوب برای ایوب، فرصت برای ارسال، برای دروازه، یه ضربه سر حسینی. استقلالی ها رو میبره هوا و خوشحالن حالا که کاپیتانشون اینجوری توپو گرفته. سفری علیپور، میره علیپور، فرصت، پنالتی برای تیم فوتبال پرسپولیس. دیکتاش حالا یک پنالتی هیجان انگیز در ورزشگاه آزادی. سردار درسون ضربه رو میزنه و میگیره. یه بار دیگه فرصت، سردار درسون توپو نمیتونه گلش کنه. 2 1 کنانی ضربه رو میزنه و گل برای پرسپولیس. نتیجه 1-0 میشه. حالا رضاییان توپو خواهد زد در خط دفاعی پرسپولیس. همه هستن که شاید گل مساوی رو بزنن. رو دروازه یه موقعیت، یه ضربه برای رافائل اما به ثمر نمیرسه و توپ به بیرون رفته. استقلال با سید حسینی در چارچوب رفیعی میزنه به سمت دروازه، برگشت توپ، حالا یه ضربه دیگه است بالای دروازه، توپ به بیرون رفته. دوباره رو دروازه، یه ضربه و گل به خودی، یه ضربه عالی، ضربه‌ای که حالا کوشکی ضربه ایستگاهی برای یاران استقلال. رامین رضاییان میزنه، ضربه سر و گندوز توپو برمیگردونه. کار قشنگ بازیکنان پرسپولیس حتی رفتن الان تو آفسایدن، ولی خب بلافاصله برمیگردن. یه فرصت و گل توی دروازه. یه پاس طلایی از سروش رفیعی و علیپور. 7 بار تونسته بود بازی بکنه. جایگاه پرسپولیسیا زیر دستشون هم که پرچم ها و لوگو. دوباره ایستگاهی او بری دروازه، یه فرصت، رافائل چه توپی رو گل نکرد. این باید سانت بکنه، نمیذارن توپش رو ارسال بکنه. دوباره رامین رضاییان، فرصت برای یاران استقلال بری دروازه پرسپولیس، یه ضربه، یه شوت به بیرون، به کنار دروازه میره. نفس، یه فرصت برای یاران پرسپولیس به سمت دروازه، یه موقعیت، فرصت برای پرسپولیس، حالا از این ور یه شوت و به بیرون.
چه توپی و اتفاقی نیفته. فرصت برای یاران استقلال، یه موقعیت، یه ارسال، یه ضربه، یه حرکت، فرصت، چشمی، حالا از این ور یه شوت، فرصت برای گل مساوی به ثمر نمیرسه. طرف شده، استقلالی ها 2 دقیقه وقت دارن. چه خواهد شد؟ گل مساوی یا نه؟ نگاه کنیم، سابقه داشتن که تو این دقایق گل زدن، ضربه میزنن ولی توپ از کنار دروازه به بیرون میره. توپ گل نمی کارتا. سهرابیان رقم تمام 3 امتیاز برای اسماعیل کارتال. 3 امتیاز